السلام علیکم. مختصرا درباره ترجمه این کلیپی که میبینید در اینجا درباره ژلاتین E441 که یکی از خبرنگاران به داخل زبان از زبان‌های فرانسه داخل شده درباره انواع حلوا و شیرینی ها و دواهان داروها و شامپون هایی که در آن ژلاتین E441 استفاده می شود خبر میدهد و اینجا یک کارگری میگه که اینجا خیلی بوی بد است چون که در کارگاه ما از پوست خوک ما ژلاتین تیار میکنیم. سبب چی است؟ چون که میگه این ماده اولین است برای استحصالاتی محصولاتی ما و پوست خوک خیلی نرخ ارزان دارد. خیلی دیده ایستاده اید و میگه در زبان ما هر روز 150 تن وارد کرده می شود که از آن ما خیلی فایده بسیار میبریم. در اینجا ژلاتین را بسیار استفاده میبرند در محصولات ها برای خاطری زیبایی دادن او رنگ های هر خیله کردن و او را برای آب نشدنش بسیار استفادهش شخ استفادهش مثل که شکلات ها رو ما میبینیم. در اینجا محصولات را نشان داده است و خود به مجرد دیدنی که در آن پنیر یا قیماق E441 چخیلی که ژلاتین نوشته شده است باید ما خوب مواظب باشیم. و اینجا خود رئیس شرکت صراحتا اشاره میکند که برای اینکه مردم نفهمند ما فقط با نوشتن همان شریفت و کد چیکار میکنیم اکتفا میکنیم و نامی زواد رو یا دولت رو بیان نمیکنیم. برای اینکه میگن اینجا مسلمان ها و یهودی ها در فرانسه اقلیت های مسلمین زندگی دارد آنها اگر بفهمند چیکه از محصولات ما استفاده نمیبرند. برای ما این رو خیلی سری نگاه میداریم و با این صراحت نمیگوییم آشکار نمیگیم. از همین جهت بارک الله فیکم از این محصولات ها خوب احتیاط کنید. خود را فرزندان خود را اولی خود را زنهای خود را که کریم را در بدن مورد نماز بخوانند نماز شنم والله علم در شک و در شبهه می افتاد. اینجا رئیس شرکت صراحتا میگه باید این در ویدیو ثبت نشود چون که به ما ضرر می آورد. و از همین جهت بارک الله فیکم هر کس باید خودش را از شبهه دور کند تا که در حرام واقع نشود. والله اعلم و صلی الله علی نبینا محمد والحمد لله رب العالمین.